بکتاش آبتین در شعری از ملاقات میگوید، از ملاقاتی در زندان. من قسمت های اول شعر رو ندارم، اون بخش رو که راجبش میخوام صحبت کنم میخونم. به کفش هایشان خیره شدم، کفش های پدرم ساده و سیاه بود، کفش های دخترم ظریف و زیبا، دمپایی های من اما زمخت و رنگ پریده بود. با خود فکر میکردم با ما و 3 نسل کفش هایمان در زندان های بیرون برای آزادی پا به پا میکردیم. این تصویری است واقعی از مبارزه، مقاومت و پایداری 3 نسل برای آزادی. این تصویر با چه اختصاری توانسته تاریخ مقاومت در این 4 دهه را به درستی نشان دهد. و همونطور که مریم یاوری همسر آبتین از اون نقل قولی آورده که بیهوده دنبال من میگردی، از من هیچ رد پایی نمیبینی، من روی پاهای تو ایستادم. یعنی که باید برویم، ادامه بدهیم و از حرکت باز نایستیم. بکتاش آبتین روی پاهای ما ایستاده است. ما امشب را دور هم هستیم تا ادامه بدهیم، تا پایداری را پاس بداریم و برای جلوگیری از فراموشی تلاش کنیم. ممنونم از مریم پالیزبان، روناک فرجی و اسد سیف که امشب با ما هستند. مریم و روناک از دوستان آبتین هستند که در ایران با هم رابطه داشتن تا اینجا. از شما تشکر میکنم که اومدید در این روز تعطیل، امروز هوا هم خوب بود. و به اطلاعتون میرسونم که امشب رونمایی کتاب مرثیه‌ای برای گل‌های پژمرده از آبتین هست. کتاب اونجا در اختیارتون هست، اگر که خواستید بخرید. مسعود مافان زحمت کشیده، از 1 هفته قبل برای ما پست کرده. از مسعود مافان تشکر کنم که در این سازماندهی به طور مرتب ما را همراهی و یاری کرده. و فقط یک کوتاه به شما میگم که برنامه چجوری میگذره. ابتدا صدای خانم مریم خاوری، پیامی که برای ما فرستاده رو میشنویم. بعد آقای علی صبوری، شاعر و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان، شعری برای ما خوندن که پیامشون هست برای این برنامه. سپس سخنرانی آقای سیف، خانم فرجی و در آخر خانم پالیزبان. من آمدم. سلام، وقت همه شما بخیر. من مریم یاوری هستم، عضو کوچکی از خانواده بزرگ آزادیخواه. خوشحالم و سپاسگزارم از همه شما که امروز دور هم دیگه جمع شدین برای بزرگداشت و رونمایی از کتاب آبتین. من قدردان شما هستم و سپاسگزارم از نشر باران، آقای مافان و خانم زرین پناه. امیدوارم که این اشعار دست به دست بگرده، به خاطر اینکه قلب به قلب در لحظات این انسان بکتاش آبتین زیست کرده. من به یاد میارم لحظه ای که آبتین رو به خاک میسپردیم و همش یک شعر از شناسنامه خلوتش تو گوش من مرتب زنگ میزد. اون شعر این بود: بیهوده دنبال من میگردی، از من هیچ رد پایی نمیبینی، من روی پاهای تو ایستادم. الان فکر میکنم که آبتین روی پاهای تک تک ما ایستاده و ما در قبال این مسئولیم و وظیفه داریم.
زنده باد آزادی، زنده باد رهروان راه آزادی. دو شعر برای رفیق جان باختم آبتین. تابوت‌های بی پایان، تابوت‌های بی پایان ما را در راه گورستان‌ها پیر کردند. با ما از دریاها و اقیانوس‌ها، از رویاهای روشن گفتی، از عاشقی در این جهنم بی پایان. بی تو زبان در دهان نمی چرخد و کلام بر لبان نمی آید. خنده های بلندت کجاست؟ خنده های بلندت کجاست؟ داغت خاکسترمان کرد آبتین. چه هراسی از مرگ، کلمات را از جیب تابوت ها بیرون میکشیم و با دستان تو آزادی را بی لکنت می نویسیم. خاکسترت ققنوسمان کرد، آی چه کاوک شعله زاد آبتین. این گونه در تنوره آتش نهان مشو، پیدا شو پیدا شو. قتل بر تخت بیمارستان یک فیلم نیست که تو ساخته باشی. جان شیرین توست که به خاطر گرسنگان به داغ گذاشته می شود. مرگ شرمسار توست، مرگ شرمسار توست. لبخندت را می شنوم آبتین. آی رفیق جان باختم که این گونه در خوابی ابدی فرو رفته ای. آی رفیق جان باختم که این گونه در خوابی ابدی فرو رفته ای. در ما خشمی خفته گردن می کشید، در ما خشمی خفته گردن می کشید. از داغی به داغی و از زخمی به زخمی پرت می شدیم. در شبهای تحذیر و تازیانه در دهان خاموش گورستانها به خود می پیچیدیم و غریو غربت آدمی بودیم. آن که تو را کشت بیگانه نبود، در سرزمین تو خانه داشت. آن که تو را کشت بیگانه نبود، در سرزمین تو خانه داشت و با حلقه طنابی بالای سرمان تاب می‌خورد. گل سرخی بودی در سپید دم تاریک، گل سرخی بودی در سپید دم تاریک که حکایت شکفتن را روایت می‌کرد. با خنده های بلند که جانت را به بازی می‌گرفت. با خنده های بلند که جانت را به بازی می‌گرفت. در این قسمت اسد سیف برای ما سخنرانی داره. نویسنده و منتقد ادبی، ساکن آلمان و مسئول نشریه آوای تبعید است. از ایشان تاکنون کتاب‌های متعددی منتشر شده که از جمله آنها می‌توان به اسلام نویسی، بررسی 2 دهه ادبیات حکومتی در ایران، انتشارات باران 1999، نازایی ادبیات در دوران گسست
نشر باران سوئد 2023. شهروز رشید از او و درباره او، اسد سیف و شهلا شفیع، انتشارات پیام آلمان. خواهش می‌کنم بفرمایید. من سلام دارم حضور شما دوستان عزیز و تشکر میکنم که تشریف آوردید تا با هم در این جلسه باشیم. سپاس همچنین از دوستان عزیز که منو واسه این جلسه دعوت کردن. من در رایزنی با دوست عزیزمون خانم روستا روی این حساب که دوستان دیگری از شعر آبتین خواهند گفت و با توجه به اینکه چند هفته پیش جلسه مشابه تشکیل شده بود من از شعر آبتین صحبت کردم، تصمیم گرفتم یک مقدار موضوع رو عمومی‌تر مطرح کنم و به مسئله کشتن در جمهوری اسلامی بپردازم. اون چه از زبان من میشنوید در واقع نظری است که نمیدونم تا چه حد درست باشه، ولی به هر حال نظری که میتونم با شما در میون بذارم. صحبتام در 4 بخش که میگم فکر نکنید زیاد وقتتون رو میگیرم، نه، در کل بیش از نیم ساعت طول نمیکشه و به هر حال طرح میکنم ببینیم چه از آب در میاد. حالا اگه بحثی شد میتونیم بعداً روش صحبت کنیم. عنوانش هم خودم گذاشتم، میکشم پس هستم. سعی میکنم از روی متن بخونم واسه اینکه تو وقت خودم حداقل صرفه جویی بکنم و شاخ و بال نرم. در واقع هم خودم رو کنترل میکنم، هم از وقت شما سوء استفاده نمیکنم. میکشم پس هستم. جمهوری اسلامی طی 4 دهه سرکوب خونین و خشن هر گونه اعتراض، نخست با انسان زدایی از اعتراض کنندگان آنان را دشمن، اغتشاشگر و عامل بیگانه معرفی می کند تا راه کشتن را هموار کند. بودن و چگونه بودن، ماندن و چگونگی آن در طول تاریخ انسان فراز و فرودهایی داشته که می تواند تجربه‌ای بس گران باشد برای بودن در هستی امروز و ادامه آن در فردا. اگر انسان را به آغاز و بنیان خویش یعنی حیوانیت بازگردانیم، بودن را میتوان در تنازع بقا تعریف کرد و چگونگی آن را در رابطه با طبیعت بازیافت. انسان در گام به تاریخ اجتماعی و روند تمدن و فرهنگ هرگاه و هر اندازه که از توحش فاصله گرفته و به انسانیت نزدیک شده، رواداری پیشه کرده، انسان دوست شده و زندگی اجتماعی را زیباتر سامان بخشیده است. این روند اما پایدار نمانده است. عواملی گوناگون در آن اختلال پدید می آورند. بی آنکه بخواهم بر این پدیده ها مکث کنم، از آن میان قدرت سیاسی را برمیگزینم که نقشی محوری در کشتار دارد. قدرت اگر نتواند بین مردم تقسیم شود و کار دموکراسی را پیش ببرد، در فردگرایی و فرقه‌گرایی خیش به فاشیسم و دیکتاتوری راه میبرد و اینجاست که حادثه اتفاق میافتد. اگر بردهداری و استعمار را سیمایی روشن از قدرت در نظر آوریم، در ادامه آن به نژاد پرستی و استثمار و در نهایت به سیر انسان زدایی از انسان میرسیم که در تمامی این روند نقش آفرین بوده است. انسان در جهان مدرن ارزشمند است. حدود و جنبه‌های مختلف این ارزش را میتوان در اعلامیه جهانی حقوق بشر که سندی است هنوز معتبر بازیافت.
در همین جهان مدرن نیز اما انسان را می‌کشند. برای تحقیر، پست شمردن و کشتن این انسان، نخست او را از انسان بودن خیش تهی می‌کنند و سپس در غیر انسان شمردنش همچون حیوانی و یا یک شیء بیجان او را مورد آزار قرار داده و چه بسا می‌کشند. انسان زدایی از انسان به عنوان پدیده‌ای در رفتار خود را در مقوله‌هایی چون پست شمردن دیگران، بیگانه هراسی، زن ستیزی، نژاد پرستی و سرانجام دشمن سازی برای سرکوب نشان می‌دهد. این رفتار گاه ناآگاهانه نیز صورت می‌پذیرد که می‌توان با روشنگری از شدت آن کاست، اما در بسیار مواقع آگاهانه و هدفمند به کار گرفته می‌شود تا راه را برای حذف، کشتن، نابودی و آزار هموار کند. اینجاست که باید آن را شناخت و به عنوان یک مفهوم اجتماعی با استفاده از علوم دیگر از جمله روانشناسی، مردم شناسی و سیاست مورد بررسی قرار داد. انسان زدایی به عنوان پدیده‌ای که امروز جمهوری اسلامی در کشتار مخالفان خویش پیش میبرد، بنیاد در دینی دارد که به ایدئولوژی تبدیل شده است. این رفتار را به ویژه در پی انقلاب میتوان در عملکرد آن در برابر دگراندیشان، یهودها، مسیحیها، بهائیها، دگرباشان جنسی، دراویش و حتی سنیها بازیافت. آنچه را که قدرت حاکم در شور حسینی در این سالها بر دیگران اعمال داشته، ممکن است فردا میهن پرستان وطنی با شعارهای دیگر تکرار کنند. در آموزه‌های دینی برای کشتن افرادی از دیگر دینها، آنان را مخلوق ناقص خدا می‌دانند و با این ادعا در برابرشان برخوردی را پیش می‌گیرند که با جانوران پیش می‌گیرند. حیوان را که بکشی، آن احساسی را نداری که برای کشتن یک انسان لازم است. در واقع آنان نخست انسان را از انسانیت خیش تهی کرده، به حیوان و یا موجودی دیگر بدل کرده و آنگاه او را همچون حیوانی می‌کشند. دین و به همراه آن ایدئولوژی آن نگاه انسانی را از انسان می‌گیرد و با ایجاد اختلال در انسانیت او راه کشتار را هموار می‌کند. قاتل در این شرایط آن نگاهی را به قربانی ندارد که انسانی در برابر انسان. قربانیان کشته می‌شوند زیرا انسان نیستند. آنان چیزی و یا کسی هستند خطرناک و نفرت انگیز، دشمنانی که باید از بین بروند. نسل کشی نمونه است روشن در تاریخ که بر این بنیاد انجام پذیرفته است. نسل کشی همیشه علتهای واحدی را پی گرفته است، چه در نظام هیتلری، چه در نظام و چه در کشتار دگراندیشان در اسلام و یا جنگ‌های صلیبی. نخست قدرتی، حکومتی و یا اکثریتی می‌کوشد تا یک اقلیت و یا گروهی را که فکر می‌کند می‌تواند خطری برایش ایجاد کند با اتهام‌های چند تفاوت خود را با آنان برجسته کند. در این نمایش متفاوت نمایی، تحقیر و تبعیض و دشمنی و دیگر بودن و غیر انسان بودن رشد می کند و کینه و نفرت جای دوستی و دوست داشتن را می گیرد. در غیر خودی کردن هاست که بدرفتاری و تحقیر آغاز و با خشونت پایان می پذیرد. قربانی در این روند که از انسان بودن خیش تهی شده است، رفتاری انسانی نیز در مورد او به کار گرفته نمی شود. معمولاً با موجودات پست و حقیر همچون حیوانی وحشی و چه بسا خطرناک برخورد می شود.
تا رام گردند و مطیع شوند. در غیر این صورت همان به که کشته شوند. اگر بمیرند جامعه از وجود مزاحم و فساد و بدی آنها رها می‌گردد. از کهن‌ترین زمان در میان تمدن‌ها، از مصر و ایران و چین و منطقه میان رودان گرفته تا قرون میانه و سپس دوران استعمارگرایی و در نهایت حتی دنیای صنعتی در جهان معاصر چنین بوده است. در سالیان پیش شکلی دیگر از آن در تاریخ روایت شده و حال به ویژه در سالهای اخیر با بحرانهای اقلیمی و اقتصادی، تنش‌های سیاسی و کوچ‌های اجباری نمونه‌های نو از آن دیده می‌شود. انسان زدایی پیش از آن که دیده شود در ذهن ما خانه می‌کند. در نگاه ما به پدیده‌ها فکر ما را سمت و سو می‌دهد و از ما آن چیزی را می‌سازد که لازم دارد. انسان زدایی از انسان بنیان در ناآگاهی و ضعف‌های انسان دارد. بر همین ضعف‌هاست که می‌بالد و فاجعه می‌آفریند. در تمامی جنگ‌ها انسان زدایی از انسان نقش داشته است. از جنگ‌های میان اقوام و دولت‌ها تا مذاهب و در نهایت جنگ‌های جاری در جهان امروز. تبلیغات در این راستا همیشه ذهن‌ها و روان‌ها را آماده پذیرش آن کرده است. کشتن یک انسان در موقعیت طبیعی دشوار است، ولی کشتن دشمن، آنکه به جان و مال و ناموس و خاک یورش آورده، آسان است. برای نمونه آمریکا به عراق لشکر کشید تا جهان را نجات دهد، همانطور که شوروی در افغانستان برای نجات بشریت نیروی نظامی فرستاد. تبلیغات جامعه دیگر بر تن اخلاق می کند تا از آن ابزاری بسازد برای دفاع از انسان. در پس شیپور تبلیغات جنگ علیه شرارت و برای تبلیغات برای صلح و دوستی میتوان آن را نیز بازیافت. سراسر جنگ جهانی دوم با همین ترفند آغاز و پایان یافت و در فرهنگ این سالها میتوان نمونه‌های آشکاری از تبلیغات دروغ و حقیقت‌های کاذب را بازیافت. تبلیغات نخست از انسان دشمن می‌سازد تا او را آن دیگر و غیر خودی معرفی کند که بد است و دیونهاد، تا پس آنگاه خودش، خانه و خانواده‌اش را به آتش بسوزاند. انسان زدایی از ابزار اصلی در تولید فاجعه است. خوبها علیه بدها می‌جنگند. ما ایرانیان در جنگ ایران عراق، در زندانهای جمهوری اسلامی، در آزار دگراندیشان و کشتن آنان بیش از 4 دهه آن را تجربه کردیم. این همون شکلی است که آمریکایی‌ها با کشتن زردهای کثیف آن را در ویتنام پیش گرفتند. ترک‌ها در برنامه ارمنی کشی، نازیسم در یهودی کشی و استالینیسم در خائن کشی. اروپایی‌ها در کلونی‌های آفریقایی خیش جمجمه، گوش، نوک پستان، آلت تناسلی، انگشت و دندان نژاد پست‌تر را به یادگار با خود به اروپا می آوردند و چه بسا با افتخار به دیگران هدیه می دادند. آمریکایی‌ها کاکاسیاها را راحت‌تر از انسان بودن توهین می کردند تا برده گردانند. اگر پذیرفته شود که انسان‌ها برابرند، آنگاه مشکل خواهد شد پذیرش یک سیاه، یک نفر از زبان و رنگی دیگر به عنوان یک انسان. اگر به من بگویند این انسان است، من از نظر اخلاقی نمیتوانم او را دشمن بدارم، خانه‌اش ویران و خودش را بکشم. ولی اگر بگویند وحشی است، دشمن است و پلید، فکر بر کشتن او بر من هموار خواهد شد. هیتلر نژاد آریایی را برتر تبلیغ کرد تا راه را برای کشتار یهودیان، کولیها، معلولین و به همراه آنان مخالفان آغاز کند.
مسله کردن، سوزاندن و پوست از تن برکندن سیاهان در آمریکا نیز تا همین چند دهه پیش چنین راهی را پیمود. انسان‌زدایی از انسان یک نگرش است که رفتارهایی در پی دارد. تا این نگاه عوض نشود و ذهن آگاه نگردد، رفتارها پابرجا خواهد ماند. تا بر این واژه و مفهوم آن آگاه نباشیم، عملکرد آن ادامه خواهد داشت. انسان‌زدایی میتواند در نژاد پرستی و بیگانه هراسی نیز نمود داشته باشد. هدف همانا پست‌تر شمردن بعضی از انسانها در برابر دیگر انسانهاست و در واقع به قول جورج اورول در قلعه حیوانات همه برابرند، اما برخی برابرترند. نه تنها هولوکاست، زندانهای جمهوری اسلامی نیز نمودهایی از همین انسان‌زدایی را در خود دارند. یهودی ستیزی و یهودی کشی نازیسم بنیان در دین مسیحیت داشت و دگراندیش کشی شیعیان نشسته بر قدرت در ایران به دشمن پنداری و دشمن کشی دین محمد. بر دیوار بعضی از کلیساها در غرب، به ویژه در آلمان، هنوز میتوان پیکرهایی را یافت که در آنها یهودیان همچون بچه خوک‌هایی از پستان مادر شیر می نوشند و یا سر در مقعد خوک فرو کردند. خوک یهودی از واژگان رایج همین ایام است. در جنگ نژادها نخست افراد یک نژاد بیگانه و دشمن می شوند تا پسانگاه کشته شوند. نازیست ها می گفتند هر آن کس که شبیه انسان باشد دلیلی بر انسان بودنش نیست. یهودیان به انسان شباهت دارند ولی انسان نیستند. دریغ و درد که همین نگاه را در جنگ غزه از زبان وزیر دفاع اسرائیل میشنویم که فلسطینی های طرفدار حماس را شبه انسان یا حیواناتی شبیه انسان میخواند تا راه را برای کشتن آنان هموار سازد. جمهوری اسلامی همین نگاه را با دشمنان دین و اسلام پیش میبرد تا انسان را به عنوان مفسد فی الارض بکشد. امروز نیز در خیابان‌های ایران همین رفتار را شاهدیم. آنکه میکشد بر این باور است که اعتراض کنندگان اغتشاشگرند، جاسوس بیگانه‌اند و در دشمنی با دین و حکومت با حمایت از دشمنان خارجی قصد سرنگونی حکومت را دارند. در گوش آنکه میکشد سالها خواندند که دین و اسلام و روحانیت مقدس هستند و پیوسته ایام کسانی از دشمنان قصد نابودی آن دارند. آنان میکشند تا از این قداست که به شکلی با موجودیت خودشان در رابطه است دفاع کنند. با نگاهی به پرونده تمام آنانی که در سالیان پیش کشته شدند و یا امروز به دادگاه کشیده میشوند، تمامی اتهامات در واقع قصد انسان‌زدایی از متهمین را دارند. قربانیان به دادگاه فرا خوانده میشوند تا دشمن شناخته شوند و با همین عنوان کشته شوند. آنان میکشند تا خود زنده بمانند. در اینجا اجازه میخواهم کتابی را معرفی کنم که عنوان آن در اونترمنش، مادون انسان یا پستر از انسان، چیز در همین بود است. این کتاب چرا حکومت نازیسم در سال 1942 منتشر کرد تا نشان دهد که چرا یهودیان با اینکه به انسان شباهت دارند انسان نیستند. پس از آن به معلولین، کولیها، همجنسگراها و سرانجام به نیروهای مخالف از دموکرات تا کمونیست میرسد تا نشان دهد که تمامی این افراد با ظاهری انسانی مادون انسان هستند و باید کشته شوند. این کتابچه تو اینترنت یافت میشه. اگه زیر عنوان در اونترمنش بگردین یاد میشه. حدود 50-60 صفحه است. نصفش هم تصویر، عکس، با عکس نشون میده که به فرض مثلا یهودیان نگاه کنین اصلا شبیه انسان نیستن، یا به فرض مثلا فلانی کمونیستی ببینین اصلا شبیه انسان نیست. رسیدیم به بخش دوم.
دشمن شناسی در اسلام پدیده‌ای است که بنیان آن را باید در قرآن پی گرفت. بخش قابل توجهی از آیه‌های قرآن به این پدیده و مبارزه با آن اختصاص دارد. به تعبیر قرآن دشمن از آغاز خلقت با انسان بوده و تا پایان عمر نیز با او خواهد بود. در اسلام دشمن یا آشکار است یا پنهان، گاه کوچک است و گاه بزرگ و خطرناک، گاه در لباس دوستی همراه اوست و گاه برای کشتن در برابرش سفارایی کرده است و این اساس شناخت او بر هر مسلمانی لازم است. دشمن در اسلام میتواند شیطان باشد، میتواند کافر و مرتد باشد یا یهود و مشرک و منافق. دشمن در اسلام میکوشد تا مسلمان را از کار خوب دور سازد، به سازش وادارد و یا ارتداد از این دین را در او برانگیزد. دشمن به خدعه و نیرنگ با برنامه ریزی از ضعف فرد مسلمان استفاده می کند تا نور خدا را در او تضعیف کند. دشمن در اسلام اگر اصلاح نپذیرد، پشیمان نشود، توبه نکند، به قهر و شدت عمل باید نابود گردد. دشمن کشی در اسلام حتی گاه همسر و فرزند را نیز در بر میگیرد و کشتن آنان نیز واجب می شود. دشمن مفسد فی الارض است، پس باید خاک از وجودش پاک گردد. جهاد به عنوان یک وظیفه شرعی آخرین حربه است در برابر دشمن. نابودی دشمن فصلی است سراسر خون در تاریخ اسلام. با حاکمیت جمهوری اسلامی بر ایران، مخالفان و دگراندیشان را به همین بهانه که دشمن هستند از هستی اجتماعی محروم کردند. بسیارانی را در زندانها به گلوله و یا طناب دار کشتند. کسانی را به روش‌های گوناگون خارج از زندان نابود کردند. خانه نشین کردن، بیکار نمودن، به سکوت واداشتن، تواب ساختن از نمونه‌های دیگر دشمن کشی است. تاراندن میلیون‌ها نفر از کشور در واقع تاراندن دشمنان است از سرزمین اسلام. در اینجا می‌خواهم کتابی دیگر را معرفی کنم. عنوان کتاب دشمن شناسی است و نویسنده آن علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی. خامنه‌ای در 520 صفحه از این کتاب کوشیده است با استناد به قرآن و احادیث دشمن را در عرصه‌های مختلف هستی باز شناسد و راه‌های مقابله با آن را بنمایاند. دشمن شناسی به عنوان اصلی در فروع دین به حتم باید جلد دومی هم نانوشته با عنوان دشمن کشی داشته باشد که سالهاست در برابر دشمنان به کار گرفته می شود. این کتاب را میتونید از سایت علی خامنه‌ای دانلود بکنید. کشتن مخالفان و در این میان نویسندگان و هنرمندان دیگراندیش در جمهوری اسلامی، بخش سوم یعنی تموم میشه. کشتن مخالفان و در این میان نویسندگان و هنرمندان دیگراندیش در جمهوری اسلامی عمری به درازای عمر رژیم دارد. اینکه نخستین قربانی در این راه چه بود معلوم نیست، ولی میتوان گفت که وزارت اطلاعات آن را سازماندهی میکرده است. آغاز قتل‌های زنجیره‌ای را به عنوان یکی از پروژه‌های این وزارتخانه اما به زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی که علی فلاحیان وزیر اطلاعات او بود می‌دانند. در درگیری‌های باندهای حکومتی در آستانه ریاست جمهوری خاتمی پرده‌ها اندکی کنار رفت و گوشی از ابعاد این جنایت‌ها آشکار گشت. دولت اعلام داشت که عواملی خودسر از وزارت اطلاعات آنها را سازمان می‌دادند. بازداشت و سپس مرگ سعید امامی در زندان در این رابطه صورت گرفت. در مطبوعات ایران از سعید امامی به عنوان طراح قتل فروهرها، پوینده و مختاری، سعید سیرجانی، حادثه اتوبوس ارمنستان و حتی ترور میکونوس و قتل احمد خمینی نام میبرند. اگرچه دولت
تن به روشنگری نداد. در یک دادگاه فرمایشی چند تن از کسانی را که در قتل پوینده و مختاری و تنی چند از قربانیان مشارکت داشتند به حبس محکوم شدند، ولی از این پس مردم از هر قتل مشابهی به عنوان قتل‌های زنجیره‌ای نام می‌بردند. جنایت‌ها همچنان به شیوه‌های گوناگون ادامه یافت، از کارد آجین کردن داریوش فروهر و پروانه اسکندری تا به خون نشاندن داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدیفر، کشتن آمدان بکتاش آبتین در بیمارستان همانطور که دیدیم آخرین مورد نبود، تا آنگاه که این رژیم پا برجاست و هر آن باید مرگ دیگری را نیز منتظر بود. با نگاهی به آنچه که حکومتیان از قربانیان میگویند، در واقع به شکلی نخست حق انسان بودن را از آنان سلب کرده، پس آنگاه به کشتنشان اقدام کردند. خامنه‌ای از همان آغاز دست دشمنان خارجی را در این جنایت‌ها کشف کرد و در نماز جمعه گفت که در دشمنی با جمهوری اسلامی عواملی از موساد و CIA و FBI به این کار اقدام کردند. به نظر او دشمنان خارجی اقدام به کشتن دشمنان داخلی نمودند. روزنامه سلام را هم که اقدام به انتشار نامه‌ای محرمانه از سعید امامی در این رابطه منتشر کرده بود، به بهانه همکاری با دشمن توقیف کردند. در رابطه با این جنایت‌ها آنچه از سخنان آشکار و پنهان عده‌ای از مسئولان کشور شنیده می‌شود، قربانیان دشمن جمهوری اسلامی بودند و دستور قتل آنان از سوی مراجع تقلید صادر شده است. آمران از مقامات بالای وزارت اطلاعات بودند. در نشریات اما مسئولین بر خارجی بودن عاملان و یا حتی افرادی از گروه‌های سیاسی از جمله مجاهدین خلق تاکید داشتند. اسکراولادی تا آنجا پیش رفت که عاملان را به کردهای طرفدار دولت ترکیه منتسب کرد. علی خامنه‌ای در رابطه با قتل فروهرها با ذکر اینکه داریوش فروهر زمانی همکار ما بود میگوید اگر نظام جمهوری اسلامی اهل دشمن کشی است، دشمنان خودش را میکشد. فروهر قبل از انقلاب دوست ما بود، سال 60 دشمن ما شد، اما دشمن بی خطر و بی ضرر. به نظر او کشتن دشمن بی خطر و بی ضرر لازم نیست. با این همه به وکلای قربانیان اجازه داده نشد تا پرونده ها را مطالعه کنند. ناصر زرفشان یکی از وکیل‌های خانواده متهمان را در همین رابطه به اتهام افشای اسرار پرونده و تشویش اذهان عمومی بازداشت و سپس به 5 سال زندان محکوم کردند. قربانیان پروژه قتل‌های زنجیری که عده آنان را تا 1000 نفر نیز تخمین می‌زنند و در میان آنان بیش از 100 نفر از نویسندگان وجود داشتند، با کار، تصادف اتومبیل، اسلحه گرم، تزریق و یا شیاف پتاسیم برای جلوه دادن حمله قلبی و خفه کردن با طناب کشتند. همه این افراد هر یک به شکلی دشمن دین و دولت بودند. نگاه جمهوری اسلامی بر مخالفان یکسان است. اگر تن به اطاعت ندهند، به عنوان دشمن باید نابود کردند. بخش آخر. جمهوری اسلامی می‌کشد و این ذات این رژیم است. بقای این جمهوری بنیان در کشتن دارد. این ویژگی همزاد اوست و تنها با مرگش از کار باز می‌ایستد. آنکه در خیابان‌ها یا در خلوت زندان‌ها می‌کشد، در برابر خود نه انسان بلکه دشمن را می‌بیند. دشمنی که سالها در سخنان مسئولین کشور از آنها انسان زدایی شده است. عمر این رژیم دیرپا نیست. وضع در ایران تغییر خواهد کرد، ولی نمیتوان به همین سادگی بر انسان زدایی از انسان پایان داد. برای این کار نخست باید آن را شناخت. پس از آن در کنار روشنگری
راه‌های سرایت آن را به جامعه محدود کرد. نه به اعدام و مخالفت با کشتن انسان تنها یک شعار است. برای پذیرش و اجرای آن در فردا از همین امروز باید زمینه‌های فکری آن را فراهم آورد. این کار را اگر نکنیم فاجعه دگربار تکرار خواهد شد. تشکر از شما. امیدوارم خسته نکرده باشم شما. خیلی ممنون ازتون. یک مروری شد بر فجایعی که در عرض 40 سال در ایران به وقوع پیوسته و یک مقایسه شد. خیلی ممنون با حکومت‌های توتالیتر در بقیه نقاط جهان. از زحمتتون ممنون. نوبت میرسه به روناک فرجی، شاعر و روزنامه‌نگار. از ایشان تاکنون 3 مجموعه خورشید کور، مجرم به دنیا آمدم و واریته هایی به زبان مادری منتشر شده. خانم فرجی همچنین به عنوان مجری و تهیه کننده با رسانه های فارسی زبان همکاری کرده. ازتون خواهش میکنم بفرمایید گوش میکنیم. صداتون پایینی دقیقه خیلی پایینه. الان درست میکنم. آها الان. خیلی متشکرم. سپاسگزارم که من رو به عنوان یکی از هزاران رفیق این شاعر عزیز دعوت کردید و ممنون هم هستم از اینکه پیش از این آقای سیف عزیز مثل همیشه کامل و جامع صحبت کردن. خل صدا شدیم همگی. صدای مریم یاوری عزیز، یار و یاور بکتاش نازنین و همراهیشون خیلی دلگرممون کرد و همچنین شعر آقای صبوری هم رفاقت رو زنده کردن. برای من اما به خاطر که بخوام یادبودی داشته باشم از رفیق عزیزم، به خاطرات پس ذهنم و پیام‌های عزیزش که بین ما رد و بدل میشد رجوع کردم که شاید خب یک مقدار به عواطف انسانیمون برگرده. عواطف انسانی چیزی که بکتاش آبتین سر و سرشار از اون بود. کسی که واقعا باورش سخته. برای یادبودش اینجا گرد هم اومدیم و 2 سال جسم ارزشمندش کنارمون نیست و با یاد گرامیش همراه هستیم. یاد رفیق ارزشمند و شجاعی که جلادت قلم و زبان و کلامش مفهوم زندگی رو به پای آزادی ریخت. چرا که زندگی برای اون این همه نبود و مفهوم آزادی براش اونقدر ارزشمندتر از زندگی بود به نظر من که نمیخواست به قول خودش آدمی 90 ساله باشه و محافظه کار زندگی کنه و میگفت بگذار در 43 سالگی شجاعانه زندگیم تمام بشه. من سال 88 اواخر 88 به طور اتفاقی با بکتاش آبتین در یک کانون ادبی آشنا شدم، به منظور اینکه خب میخواستم در مورد انتشار مجموعه اشعارم باهاش صحبت کنم، ازش راهنمایی بگیرم، چون پیش از اون شعرهاشو خونده بودم و انقدر زبان ساده و روان و زیبایی داشت. خیلی دوست داشتم که ایشون من راهنمایی کنه و چقدر با مهربانی سرشار اون آرمان خواهی مؤمنانه و بیپایانش و که میدونیم تجلیش هم تو شعرهاش جاری بود، از شعرهام خوند، تشویقم کرد و چقدر تشویقم کرد و چقدر به من گفت که با اعضای دیگه کانون و شاعران دیگه جوان دیگه آشنا بشم و چقدر به لطفش با شاعران و ادیبان به نام و تاثیرگذار اون روزها آشنا شدم. برای من که تا پیش از این در 2-3 انجمن ادبی کوچیک فعالیت داشتم، دنیای به اون بزرگی انگار شاخ قولو شکونده باشه
و چقدر یاد گرفتم، علاقه‌مندتر شدم، تیزبین‌تر شدم و چقدر به روشن شدن راه برای من و یاد گرفتن مفاهیمی مثل آزادی و برابری کمک کرد بکتاش آپتین و چه حجم بزرگی از رفاقت رو همراه خودش داشت و دلسوزی کرد و دلسوزی میکرد برای هر جنبنده مهجوری که در پیرامونش بود یا حتی گذری میدیدشون و فکر میکنم ستون بزرگی برای کانون نویسندگان ایران بود و چقدر الان تأسف میخورم، مایه تأسفمه که بگم موندن من در اون جمع‌ها کوتاه بود، گذرا بود، رفاقت‌ها دورا دور شد، اونقدر دور شد که به این تبعید خالی رسید و به هرگز رسید متاسفانه، چون رفیق شفیقی مثل بکتاش رو از دست دادیم. اما همیشه گفتن که هنرمند خوب فرزند زمانه خودشه و بکتاش آپتین عجب هنرمند خوبی بود. چرا اینو میگم؟ چون از زمانه خالی نبود، اصلا تماما زمانه بود. در زمانه سانسور شد، در زمانه حبس بازداشت شد، در زمانه کشتار، اون هم کشتار بی وقفه مستقل ها هم کشته شد، طوری که در خاک سپاری تنش سرایت زمانه به محیط هم چشمگیر بود. خیلی سمبولیک و محض بود روز تن سپاریش. من سعی می‌کردم از روی فیلم ها و لایو های اینستاگرامی خودم رو در اون روز توی اون جمعیت گم و پیدا کنم، یک جمعیت زیادی که با مامورهای لباس شخصی احاطه شده بود و دهانهای پنهان زیر ماسک ها و تنها چشم ها در فقدان دهانهای بسته به چشم می اومدن، غمبار و خیس و پر از کلمات تلمبار شده پشت اون ماسک که معلوم نبود کدوم چشم برای کدوم دهانه. شبیه یک پرفورمنس آرتی بود که دو زن به دنبال هم پشت صداهای مدفون که انقدر صداشون زیبا بود میخواستم صداشون رو به آغوش بکشم. شروع کردم به سرود خوندن. قفس را به سوزان، رها کن پرندگان را. من ناگهان پرت شدم به یک شعری از خود بکتاش آپتین. پرسید شغلت چیه؟ گفتم شاعرم. خندید و گفت و کف دستم رو مهر زد. روی برگه اعزام به بیمارستان افسر نگهبان اما شغلم رو آزاد نوشته بود. خندیدم. چگونه یک زندانی میتواند شغلش آزاد باشد؟ و دوباره صدای زنها که لبخند آزادی، خوشه شادی با سحر به رویت. مختصر از آنچه از بکتاش آپتین به یاد دارم گفتم، اما اگه بخوام از مفهوم رفاقت، زندگی و ایستادگی این انسان بگم، فکر میکنم از حوصله عزیزان خارج باشه، چون ساعتها باید راجبش صحبت کرد. رفیق عزیزی که تولدهای دوست و آشنا و عزیزش رو به امید آزادی شاد باش و بدرقه میکرد، هر بار، هر سال، و در بدترین شرایط حال احوالش هم آتش قلبش دلگرم کننده ایام سردمون بود و هر بار به شعری چنین نوید انقلاب آزادی میداد به مایی که در تبعید بودیم، به من. رنگین کمان گلها، لاله های نرم، بنفشه های ارغوانی، عروس‌های عطرآگین، تماشایی است تظاهرات گلها. در سوز زمستان، بهار جان، چه انقلاب لطیفی است. و دل ما براش تنگه و تنگ بودن دل یعنی مرگ برای بکتاش آپتینی که هر جا گرهی و درد بیدرمانی بود با نوشداروی شفقت دوا می‌کرد و مرهم بود و چقدر دغدغه انسان‌هایی رو داشت
که تک افتادن از جامعه تکه پارم و داشت مثل یک شمع میسوخت و آب میشد، مثل نگاه ژرف و صمیمیت زبانی که در شعر خسرو خطر داشت و چقدر برای برابری و زنان خونه دل خورد و نوشت. و اون شعر فرشته خانم که میگه 1000 دستانم، با یک دست کیف دخترم هستم، غذای سوختم، با یک دست جارو برقیم و اگر برق نباشد تاریک است که پاهای بسیاری در من روشن می شود. جاروگرم 1000 پایم، خدا میداند چه جانوری هستم، اما نگو که کثیفم که نیستم، که اگر پیراهن خونی به تن دارم کسی را جز خودم نکشتم. و این هنرمند حساس که با شعر و فیلم ها و همدردی مشترکش قصد داشت زندگی ما آدمای سرخورده معاصر رو یه جورایی بسلپینه کنه و ستایش کنه، زندگی رو که از ما گرفته بودن. برای من و تمام کسایی که میشناختنش بکتاش آبتین یکی از نمادهای مقاومت و مبارزه بود. هر بار به جای تسلیم و سازش در برابر شر مطلق و فشارهای همه جانبه استقامت کرد. به جای تک تک ما غربت نشینان توی خاکش مقاومت کرد، موند، مبارزه کرد و به جای همه ما کشته شد. و تاریخ هر چقدر هم به تعویق بیفته ما همچنان رد و بدل میشیم. اون به جای همه ما در تاریخ ثبت شد، به جای ماها که دستمون خیلی کوتاست. هر بار در برابر تهدیدها از ترک کردن ایران سر صحبتی باز میکردم، انگار که کلافه بشه از ضرورت مقاومت میگفت تا بالاخره دشمن شعر، مقاومت و هنر همچون دیگر قتل‌های زنجیره‌ای دیگر اندیشان و نویسندگان اون رو به ورطه مرگ خاموش کشاند. و روزها و امروز نیست تا نمایش پارک مارکش رو امروز در شهنازخانه تهران ببینن و امروز نمایش فیلم جنایت عمدی محمد رسولوف رو کنارمون تماشا کنه و به لبخندی که همیشه به لباش داشت مهمانمون کنه و مجموعه شعر جدیدش رو از راه دور برامون بخونه و بگه روناک جانم، شاعر جان، مطمئنم نوروز امسال همگی توی ایران و شهر و دیار خودمون جشن میگیریم و دست در دست هم سرود آزادی میخونیم. ما به شاعران معترضی همچون بکتاش که اتفاقاً دایه معترض بودن و مبارز بودن هم نداشت نیاز داشتیم. توی جامعه چنین زخم خورده و مضطرب و در هم شکسته ما به شعرهای سراسر انسانیش نیاز داشتیم که با فیلمهاش آینه مقابل آینمون بگذاره و پلشتی ها رو کنار بذاره و پاکیزگی و شفقت ها از یاد رفته رو به یادمون بیاره که بگه ما همه با هم هستیم. ما به او بیش از همیشه نیاز داریم، چرا که بدون او و امثال او اندوه زندگیمون بزرگتر از مقاومتمون شد. و در انتها چنین است و بود که کتاب لغت نیز به بازجویان سپرده شد تا هر واژه را که معنایی داشت به بند کشند و واژگان بی آرش را به شاعران بگذارند و واژه ها به گناهکار و بیگناه تقسیم شد، به آزاده و بی‌معنا، سیاسی و بی‌معنا، نمادین و بی‌معنا، ناروا و بی‌معنا و شاعران بی آرشترین الفاظ چندان گناه واژه تراشیدند که بازجویان به تنگ آمده شیوه دیگر کردند و از آن پس سخن گفتن نفس جنایت شد. ارادتمندم و ممنونم که
این وقت رو در اختیار من گذاشتید و یاد بکتاش آبدین گرام. از تو ممنونم روناک. من میدونم که تکرار خاطرات و برگشتن بسیار سخته، تجربه کردن نیست. خیلی ازت ممنونم که این لحظه ها رو با ما شریک شدی. مرسی. قبل از اینکه سراغ خانم مریم پاریزبان بریم، همونجور که روناک عزیز گفت، ما بعد از صحبت‌های ایشون یک تنفسی میدیم، بعد اون فیلم آقای رسولوف رو پخش میکنیم در مورد زندگی بکتاش آبدین که از خودشون اجازه گرفتیم که یعنی با اجازه آقای رسولوف امشب نمایش کنیم. امشب خیلی خوشحالم که خوشحالیم. من از در بلندگو صحبت میکنم در نتیجه و با بلندگو صحبت میکنم. در نتیجه خوشحالیم که خانم دکتر مریم پاریزبان، پژوهشگر و بازیگر تئاتر و سینما و همچنین شاعر مقیم برلین با ما همراه هستند. مریم چندین کتاب شعر منتشر کردن تا به حال و به علاوه تألیفات متعددی در حوزه مطالعات فرهنگی و بینارشته‌ای ادبیات، سینما و مطالعات اجرا دارد. مریم هم مثل روناک از دوستان و همراهان بکتاش آبدین بوده است. قبل از این به ما گفت که چقدر براش این صحنه ها سخت هستش در این شرایط شعر بخونه. ما هستیم، به انرژی میدیم، قدرت، خوشحالیم که برای ما میخونید شعرهای کتاب مرثیه این بر. در درجه اول که خب خیلی از همتون ممنونم که این برنامه رو داریم برگزار میکنیم و اینکه من رو دعوت کردیم برای اینکه شعرهای بکتاش رو بخونم. فکر میکنم سخت‌ترین چیزی که هست وقتی که کسی دوستی از دور از دست رفتنش رو میبینی، این هستش که نمیتونی باور بکنی که دیگه نیست. فکر میکنم که همه ما به شکل‌های مختلف این رو تجربه میکنیم. من از این برنامه یه مقدار ترس داشتم، چون احساس کردم که با این برنامه باور خواهم کرد که واقعا دیگه به ایمان نیست. چون واقعیتش اینه که وقتی ارتباط با فایل های صوتی اتفاق میفته، با ویدیوهای تصویری اتفاق میفته، تا لحظه‌ای که اونها رو میتونی بشنوی و ببینی انگار اون آدم هست. شخصا برای من قتل بکتاش و روی این کلمه خیلی تاکید میکنم، یه مرحله خیلی اتفاق خیلی مهمی توی زندگی هنری و شخصی من محسوب میشه. شاید مهم بجز این خود این اتفاق، وحشتناکترین چیزی که برای من اتفاق افتاد دیدن عکس‌العمل‌های همکاران سینمایی، به خصوص سینمایی و تئاتری که در ایران بودن در مقابل این اتفاق بود که اکثریت حتی کلمه قتل رو دریغ میکرد وقتی میخواست در مورد این اتفاق صحبت بکنه و با نوشتن چند سطر خیلی سانتیمانتال سعی میکرد از کنار این اتفاق بگذره، در صورتی که این آدم برای بخشای مختلفی توی سینما و هنر ایران آدم عزیزی بود. به جز اهمیتش آدم عزیزی بود، دوستی داشت با آدم‌های خیلی متفاوت، با احترام خیلی زیاد. من این عکس‌العمل خیلی برام غیر قابل تحمل بود. حتی یادمه که خیلی مستقیم با آدم‌ها می‌نوشتم که از دست رفت یعنی چی؟ این کلمه رو اینجا نباید استفاده بکنیم. ولی برای من یه تکون خیلی مهم بود و یه مقیاس خیلی مهمی بود که ببینم اون فضا چه سهمی داره در اتفاقی که افتاده و در
و در اتفاقاتی که داره میفته متاسفانه همچنان. ولی این هیچ کدوم از اینها باعث نمیشه که بکتاش برگرده. و خب از این کتاب خیلی فوق‌العاده که من راستش اول که بازش کردم فکر کردم که خب قراره مثلا فقط یکی از شعرها به دست خط خود بکتاش باشه، و وقتی نگاه کردم که تک تکشون با دست خط خودشه، باز اون حس زنده بودن این آدم با دیدن خطش دوباره اتفاق افتاد. یعنی دوباره قبول نکردن این که دیگه نیست توی من شخصا تشدید شد. چیزی که کارهای بکتاش رو خیلی متمایز میکنه برای من، بجز مبحثی که در مورد سادگی گفتیم، ساختمان به ظاهر ساده‌ای که اشعارش داره، کوتاه بودنش، طنز سیاهی که داره و توی این مجموعه‌ای که توی زندان نوشته همچنان این طنز سیاه داره. این خیلی حیرت انگیزه واسه من. دوست دارم چند تا از این کارها رو براتون بخونم. من خیلی تو خوندن شعر مشکل فلسفی دارم، اینطور بهتون بگم. من کارهای خودم رو هم حاضر نیستم بخونم، چون فکر می‌کنم هر بار که کسی شعری رو میخونه دوباره اون شعر رو داره مینویسه، چون هر بار ما به شکل دیگه‌ای با حس دیگه‌ای میخونیم. به خاطر همین اینها به یه شکلی احساس میکنم که پهلو اینجا نشسته داره لبخند میزنه، این جمله من رو میشنوه و میگه که نه تو الان بخونین، الان اجرای تو از این شعر هاست. ساس عنوان این شعر هستش. آنها تشنه خون ما بودند و ما تشنه آزادی. رویارویی ما در جغرافیایی این چنین بود. تخت‌هایی فرسوده، پتوهایی زمخت و دیوارهایی خونی. ما و ساس‌ها در زندانی مشترک حبس می‌کشیدیم. این شعر رو راستش انتخاب کردم. اسم شعر هست زمستان سرپوشیده. شعری هست از ملاقات، در مورد یک ملاقات در زندان که تلخه و اون طنز رو نداره ولی خیلی زیباست. امروز اما شیشه ها کثیف و کدر بودند. گوشی را برداشتیم، بیشک حرفهایمان شنود می شود و دوستت دارم جمله سبک برای گوش‌های سنگین. دست‌هایمان را روی هم گذاشتیم. شیشه‌های بین دست‌هایمان سرد و کثیف بود. اسم این شعر هست بیخوابی. میمون‌هایی افسرده در باغ وحش، انسان‌هایی مغموم در زندان. شب‌ها آیا کدامشان آسوده تر به خواب می روند؟ اسم این شعر هست زندان اسرافکار. فراموش شده چون قفل زنگ زده زندان، تنهاییم را در ریه های عصر جمره سرفه می کردم. من و رویاهایم در زندانی بی حواس اسراف شده بودیم. اسم این شعر هست آنها همگی یک نفر بودند. پلیس ها او را با دستبند به بیمارستان بردند. در حضور پلیس او را عمل کردند و برای آنکه جنازه‌اش فرار نکند پلیس ها او را به گورستان بردند. چند روز بعد در تلویزیون پلیس خبرنگاری مرگ یک زندانی سیاسی را انکار کرد.
خب این کتاب با تلخ‌ترین شعر این مجموعه به انتها میرسه. شاید زیباترین صفحه هست، برای اینکه من فکر کنم هر کسی که دستی به نوشتن داره، حالا به خصوص شعر، شکل خطی هایی که بکتاش کردی توی این صفحه هست. و این شعر آخری بوده که گفته برای پدرش و نگران مرگ پدرش بود بکتاش و فکر نمی‌کرد خودش زودتر از پدرش بمیره. خبر مرگ همیشه به آرامی گفته می شود. ابتدا صدای برادرت در تلفن می لرزد و آرام می گوید حال پدر کمی وخیم شده. من اما می دانم پدر کمی مرده است. تلفن کم کم بغض می کند و من فکر می کنم در زندان پیراهن مشکی تهیه کنم. خبر مرگ همیشه به آرامی گفته می شود. پدرم بر تخت بیمارستان آرام مرده است و من بر تخت زندان آرام گریه می کنم. خب راستش یه شعر برای بکتاش هستش که از من نوشتم و دوست دارم اینو برای پایان براتون بخونم. اسم شعر هست چشمهای شیشه‌ای. تو آنچه با خود بردی گم شده بود، حتی از شیشه چشمانت. نایاب چطور پیدایت کردن؟ تو که میشد سالها به دنبالت گشت و هرگز پیدایت نکرد. تو را چطور، در کدام شهر، خیابان، کوچه، خانه، در کدام اتاق پیدایت کردند؟ نایاب، گم شده، چطور میشد تو را به اسارت برد؟ چرا ما نتوانستیم زنجیرت کنیم؟ چرا زودتر از آنها زنجیر به پایت نبستیم؟ فکر اسارت تو، فکر ناممکن گم شده این نایاب، آن لحظه آخر، آن صدای روشن چشمهای شیشه‌ای، نور تمام تاریکی ها، مرگ را پشت شیشه ها برایت گذاشتند با لبخندی از جنس خودت. شعری اسیر، همان اسارت تو. ما گشتیم و آنها تو را زودتر پیدا کردند. مرسی. خیلی ممنون از شما. واقعا این کتاب اینجا هستش، میتونید ببینیدش و ببینیدش. یک زبان با یک زبان دیگه ای از زندان صحبت میکنه. ما خیلی شاعرای قدیمی داشتیم در مورد زندان شعر گفتن، ولی این واقعا این فقط شعر نیست، این مثل یک مجموعه داستان هستش. گوشه های مختلف زندان رو به زبان آورده در جملات بسیار ساده و اونقدر تکان دهنده که من حدود 2 هفته است درگیرش هستم و واقعا به معنی واقعی ذهن آدم رو مشغول به خودش میکنه. وقتی که فقط راجع به 4 پایه‌ای که لگد میخوره و اعدام میکنه صحبت میکنه. من واقعا خیلی از شما ممنون.